کنفرانس نهم اوید به همکاری بین منطقوی روسیه و تاجیکستان با سیر و گشت مهمانان، گرفتن رسم خاطروی در کوچه و خیابان‌های شهر دوشنبه و توجه به مدنیت بلند شهرداری آغاز گردید. امکانیت‌های نو همکاری در ساحه صنعت، تجارت و سرمایه‌گذاری ضمن پنل یکم چهاربینی با اشتراک نمایندگان ساختارهای دولتی دو جانب و صاحبکاران بررسی گردید. جانب‌ها در چهاربینی از رونق رابطه‌های دو جانبه یادآور شده، آن را به سیاست سازنده و دوستانه سران هر دو دولت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت فدراسیای روسیه محترم ولادیمیر پوتین مربوط دانستند. طور از نشاندادها برمی‌آید دوام سالهای اخیر در مجموع همکاری‌ها در سمت تجارت، سرمایه‌گذاری و فعالیت نمایندگان بخش خصوصی گسترش پیدا نموده است. این واقعا هم یک چرابینی مهم است. اشتراک در آن به ما امکان می‌دهد که شریکان نو را پیدا نموده همکاری را رشد بخشیم. ما از این پیش نیز با شریکان تاجیکستانی خود سازشنامه‌ها داشتیم، از جمله با ولایت سوغ. توجه ما بیشتر به ساحه کشاورزی است. واردات محصولات کشاورزی از تاجیکستان برای ما خیلی هم منفعتناک خواهد بود. البته ضمن بازدید از شهر دوشنبه تأثیرات نیک برداشتیم. شهر زیبا، آزاده، مهمتر از همه ساکنانش خوش اخلاق و دارای مدنیت بلند هستند. اطمینان دارم که این چهاربینی برای تحکیم منبع این همکاری‌ها مساعدت می‌نماید. Я привезу домой, поделюсь им с своими близкими. امکانیت‌های وسیع سرمایه‌گذاری در سمت تأسیس کارگاه و کارخانه‌های کارکردکننده محصولات کشاورزی تا سطح نهایی و در همین زمینه گذشتن از دولت اندوستریالی صنعتی به صنعت اندوستریالی، هرچی بیشتر به راه ماندن استفاده کندنی‌های فایده‌ناک، استحصال مصالح ساختمان، از خودکنی ذخیره‌ها برای رونق صنعت سبک و خوراکواری، داروسازی کیمیا به منفعت جانب‌ها ارزیابی گردید. شرکت ما در سمت نقلیات و کمیونیکاسیون فعالیت می‌نماید و من می‌خواهم با اشتراک در این چهاربینی شریکان کاری را از تاجیکستان پیدا نمایم. در این زمینه ما امکانیت‌های مساعد داریم. باید گویم که ما 3 روز قبل به تاجیکستان آمدیم و امکان داشتیم از مکان‌های زیبای شهر دوشنبه بازدید نماییم. شهر دوشنبه خیلی هم آباد و زیبا گردیده است. مخصوصاً مناسبت ساکنان نسبت به ما خیلی هم خوب بود. شما خیلی هم مردم نیکخواه دارید. آنها بی‌غرضانه به ما کمک نمودند تا از جای به جای رویم. در مجموع مردم تاجیک خیلی مدنیت بلند مهمانداری دارند. استفاده ذخیره‌های بوی طبیعی تاجیکستان با منفعت هر دو جانب میباشد. در منطقه‌های آزاد اقتصادی تاجیکستان مطابق با طلبات شرایط فراهم آورده شده است. تأسیس پارک‌های تکنولوژی باشد میتواند موفقیت را در سمت رشد مناسبت‌ها تامین کند. روسیه یکی از شریکان اساسی تجارتی تاجیکستان بوده. سال 2022 به تاجیکستان 26.4 میلیون دلار سرمایه روسی وارد گردیده است. سرمایه‌گذاری‌ها با تأسیس کارخانه‌های مشترک صنعتی و انفراستراکچور گوناگون مساعدت نمود. با استفاده امکانیت‌های مفید طبیعی افزایش یافتن استحصال محصولات کشاورزی با زیاد شدن امکانیت‌های صادراتی مساعدت کرد. ضمن چهاربینی به میوه‌های تر و خشک دارای طعم لذیذ تاجیکستان توجه ظاهر گردید. صاحبکار هستیم. ما از تاجیکستان میوه‌های تر یعنی زردآلو، گیلاس، تمام میوه‌های تر رو میبریم و میوه‌های خشک رو به شهرهای چلیابینسک، یکترینبورگ، نوسیبیرسک، مسکو، سامارا برده میفروشیم. امروز در دایره تطبیق سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت فدراسیای روسیه هدف نمایندگان بخش خصوصی دو دولت به آن روانه کرده شده است که با استفاده پوره امکانیت‌ها رونق همکاری‌ها تامین کرده شود. برگزاری چهاربینی و محاکمه موضوعهای صنعت و سرمایه‌گذاری، توجه به تحکیم رابطه‌ها در سمت صنعت کندنی‌های فایده‌ناک، صنعت سبک، خوراکواری و تجارت بین روسیه و تاجیکستان به منفعت هر دو جانب بوده تحکیم بخش اساسی رابطه‌ها می‌گردد. نوروزشاه عزیزالله بهادری استم، محمد سعید کمال، دوشنبه اخبار.